ساعت فکر کنم 3 صبح. سلام علیکم. سلام حالا شما بر چطوره؟ قاضی این اینستاگرام. گذاشتی رو من. قاضی این اینستاگرام، بازپرس این اینستاگرام. شما رفتی بیرون یه دونه ویدیو گذاشتی، صدای یه پسری میاد، بعد همه من میگن این پویانه، این دوتا با هم من چرا نه دو... به خدا من نه. تایید میکنم نبودی چرا؟ نه, چون من با پویان داشتم تلفنی صحبت میکردم دقیقا همون لحظه‌ای که شما داشتی ویدیو میگرفتی من با پویان داشتم صحبت. نه واقعا همچین چیزی نبوده، یعنی. چشات رنگی شده تو چرا؟ چی؟ چشات عوض شد، آنزیم زدی به چشات رنگی شده؟ آره. آنزیم من کردم چیز. چه خبر؟ خبر که ما بسیار داریم، شما اول بگو چه خبر. خبری ندارم من. جدی؟ خبر پیش شماست آقای بازپرس. والا من شنیدم شما رل زدید. کی این حرفا رو میزنه؟ شنیدم. کی مثلا کی میگه؟ از کی شنیدین یعنی؟ کیو بگم دعوا بیفته مثلا اینا. میخوای دعوا درست کنی الکی؟ آره، بگم پویان. پویان گفت. نه واقعا من الان اصلا احتیاجی به این کار ندارم آیا دنبال. گرمامی خودت یه پا. نه آخه من تو زندگیم واقعا به هیچ پسری احتیاج ندارم. اول اینکه خودم رو پای خودمم، یه دختر مستقلم. دوم اینکه اگر تو زندگی قبلی بودم به خاطر هیچی بوده، به خاطر عشق بوده، یعنی هیچ احتیاج نداشتم. ولی الان وقتی اون عشق نباشه من احتیاج به هیچ پسری ندارم. واقعا چه واقعا بغضت اصلا رفت تو. بغض نکردم، فکر کنم زیاد قلیون کشیدم صدام گرفته. من قلیون تو 2-3 هفته است ترک کردم. چه خوب، ولی من میکشم. من اصلا میخواستم ترک بکنم نمیشد، با بدبختی تمام دیگه ترکش کردم. تبریک نمیخوای به من بگی دایرکت به تو؟ بله، تولدتون مبارک. تولد تولد 3 سالگیتون مبارک. یه بار دیگه فکر کن. تولد 3 سالگیتونه من دیگه. این هیکل پیر چیز من نه منظم